بسم الله الرحمن الرحیم. رشتقه چکت نچه در یتیم، هر دو رنگه قیمت جاندن فزون، قیمت را اکی جهاندن فزون. حضرت امیرعلی شیرنوایی. دوستای عزیز، مسئولین نهاد معتبر انسان، جوانای عزیز، از شما اجازه میخوام در زمانی که برای من قید شده در حدود 20 دقیقه روی موضوعی که تعیین شده تلاش میکنم صحبت کنم. نخست از همه از معرفی با نهاد انسان و با مسئولین نهاد انسان من خیلی خرسند هستم. فقط 2 روز است که این نام شنیدم و فقط 2 روز است که با مسئولین این نهاد و خصوص دوست محترم ما آقای جلال در تماس هستیم. 1 و 2 بار در تلفن و در از طریق واتساپ اینا و فرصت اندکی که پیش از آمدن در اینجا با هم داشتیم، در بالا نیم ساعتی با هم صحبت کردیم و معرفت حاصل کردیم و موضوعاتی که انسان در نظر داره و رویش کار میکنه و اهداف و برنامه هایی که داره خیلی ما را خرسند کرد. و این برنامه ها چیزهایی است که افغانستان و مردم افغانستان در کل اشداً ضرورت دارند و این کارهایی است که باید خیلی زود، خیلی وقتا باید آغاز میشد. خب به هر حال چیزی که میگه ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه هست. خب به مصداق مو سخن ما بسیار خرسند شدیم که در کابل در افغانستان چنین یک نهادی داریم و با یک دید وسیع و با یک هدف و آرمان بسیار مقدس برای ساختن افغانستان نوین و ساختن دولت ملت مدرن در افغانستان کار میکنه. به هر حال دوستا، از موضوع زیاد دور نمیریم و زیاد مقدمه چینی هم نیاز نیست. به هر حال وقت کم است. خب با این فرصت اندک شاید من نتونم به تمام ابعادی که روی تایتلی که برای ما داده شده صحبت کنم. به هر حال خیلی کوشش میکنم به صورت گذرا و اما پوینت ها، نکات های اصلی که باید گفته شود من سرش تمرکز کنم. خب به هر حال همه میدانیم افغانستان یک کشور موزاییک است از لحاظ ترکیب قومی و زبانی و در منطقه شاید از این نقطه نظر یک کشور شاید هم خاص بوده باشه. نه در ایران، نه در پاکستان، نه در جای دیگه با این ترکیب موزاییک کمتر کشور بوده باشه. خب به هر حال اگر بپردازیم سر ازبک ها موقعیتشان در تاریخ افغانستان، خب کمی از گذشته باید آغاز کنیم. ازبک ها من حیث یک قوم، یک ملت در ترکیب ملت بزرگ ترک در دنیا یکی از اقوام بسیار برجسته و دارای تاریخ بسیار کهن و دارای فرهنگ و تمدن بسیار کهن هستند. ازبک های افغانستان از زمانی که افغانستان من حیث یک کشور در جغرافیا شناخته شده، در کنار سایر اقوام افغانستان زیستند، در خود را در تمام مقدرات و سرنوشت یک کشور دخیل و شریک دانستند و در همه موارد برای افغانستان کار کردند، برای افغانستان زحمت کشیدند و برای افغانستان تا امروز هم که امروز هست در کنار برادرای خود هستند. تمدنی که امروز ما در افغانستان داریم و ما افغان ها و در کل مردم افغانستان برش افتخار میکنند، فخر میکنند و وقاحت میکنند، در او تمدن افکار و اندیشه ها، زحمات
تلاش و ابتکارهای اجداد ازبک ها کلا دخیل هست. خیلی اگر دور نریم تمدن تیموری ها در افغانستان یکی از شاخصه های تمدنی تاریخ تمدن افغانستان است. شما در هر کجای افغانستان اگر میرین قدم میگذارین یا تاریخش ورق میزنین، اونجا شما جای پایی از اجداد ازبک ها را که در ساختن تمدن افغانستان در تاریخ دخیل بودند میبینید. اگر در هرات شما میبینید امروز افتخاراتی که در یونسکو ثبت هست، او محصول دوران تمدن تیموری هاست. شما اگر در کابل جای میبینید که مثلا از باغ بابر گرفته یا باغ‌های تاریخی که در خود کابل بوده، او یا از ساخته های بابر بوده یا اسلاف بابر بوده یا هم اخلاف بابر بوده. کوههای شیر دروازه را شما میبینید و دیواری که اونجا حال ساخته شده این مربوط به ترکا و اجداد ازبک هاست. این مربوط کابل شاهان است. یا در قندهار شما میبینید امروز چلزنه را اگر شما ببینید او را بابر مثلا اولاده های بابر ساخته و حتی امروز در لوح سنگایی که اونجا هست نامای اونا نوشته است. به همه حال ازبک ها در ساختن تمدن و فرهنگ افغانستان چی در گذشته و چی حالیه نقش خاص خود و نقش برجسته خود داشتن و ایره ما نمیتونیم انکار کنیم. امروز ازبک ها در حداقل در 14 ولایت افغانستان حضور دارند، زندگی میکنند. زمانی که بابر به کابل میآید و حکومت کابل میگیره، اینجا خونریزی نمیکنه، بدون خونریزی حکومت تسلیم میگیره. معنای یک گپ ای است که او قبل از او هم مثلا همو او درزاده های به اصطلاح ما بابر اینجا حکومت داشتن، از اولوغبیگ میگیره و در اینجا میمانه و در کابل تا زمانی که به هند میره، تا زمانی که حکومت کورگانیان را در هند تشکیل میده، کابل را من حیث وطن اصلی خود قبول میکنه، مهر میورزه، با کابلی ها مهر میورزه، اینجا آبادانی میکنه و باغ‌های بسیار خوب جور میکنه، نهر میکنه، بازسازی میکنه و عشق بسیار فراوان به کابل داشته بابر. و جالب است زمانی که بابر میخواد طرف هندوستان لشکرکشی کنه، از اقوامی که در این مسیر زندگی میکردن و نفوذ داشتند با اونا خویشی میکنه. بی مبارکه دختر همو سرکرده یا بزرگ قوم یوسف زایی را به نکاح میگیره و در اینجا هست که راه فتح برای بابر باز میشه با کمک یوسف زایی ها، با کمک اقوام پشتون که در این مسیر بودن. اونا در لشکر بابر بودن و با بابر کمک میکنن و این فتح و پیروزی برش نصیب میشه. زمانی که بابر وفات میکنه، پیش از وفاتش تاکید میکنه، وصیت میکنه که زمانی که من مردم از این دنیا رفتم، قطعا میگه خاک ما را ببرین در کابل و من عشق خاص به کابل دارم. و کسی که خاک بابر، جسد بابر به کابل میاره، خانم پشتونش مبی مبارکه بود با فرزندش همایون. به این ترتیب اگر ما بعدها هم بیاییم، بعد از اینکه افغانستان معاصر ساخته میشه بعد از احمدشاه عبدالی، در اون زمان هم
خود احمد شاه با امو اقوام خود، امو دسته های مربوط خودش در قشون نادرافشار خدمت میکنه و خیلی نزدیک با نادرافشار بوده. زمانی که نادرافشار کشته میشه، حرم نادرافشار یه آدم محمد شاه عبدالی حفظ میکنه و بسیار با جوانمردی برخورد میکنه با خانواده نادرافشار. زمانی که احمد شاه بابا به قندهار میره و صاحب تاج تخت این منطقه میشه، در لشکر ازی، در قشون ازی خیلی از ازبک ها بودن، من های سرکرده، قماندان، اسکر، دیگر اینا بودند که تا آخر با احمد شاه وفادار میمونند و در فتح هند با همراهش در معرکه ها بودند. خیلی جالب است برای ما و از این زاویه که مثلا احمد شاه نام بچه‌ش تیمور میمونه، یعنی یک روابط بسیار صمیمی و تنگاتنگ و بسیار دوستانه و بیالایشانه در تاریخ ما با هم داشتیم و خیلی دقیق نمیدانم. کسی به من از دوستا گفته بودند که حتی نام دخترش یلدوز میمونه. من درست نمیدونم، شاید اگر دوستا بفهمه که یلدوز نام ازبکی هست، نام دخترش هست که به معنای ستاره هست. شاید درست باشه. به همه حال ما بعدها هم تا امروز ازبک ها در تمام مراحل زندگی در کنار برادرای خود، در کنار اقوام دیگر در افغانستان همیشه در سختی ها رنج کشیدند و در خوشی ها خوش بودند و در ساختن فرهنگ افغانستان که امروز مربوط همه ما باید بوده باشه سهم قابل ملاحظه داشتند و دارند. در زمانی که استقلال افغانستان از طرف انگلیس ها پایمال میشه و جنگ های استقلال شروع میشه و مبارزین افغانستان به صورت دوامدار با انگلیس ها در جنگ میشن، او وقت هم ازبک ها یا در جبهه بودند یا در عقب جبهه این مبارزین کمک میکردند. شمال افغانستان من حیث پایگاه و جایگاه ازبک ها در افغانستان همیشه تکیهگاه مطمئن برای شاهان افغان در مقابل انگلیس بوده. هر زمانی که مثلا امیر دوست محمد خان، امیر شیر علی خان، امیر عبدالرحمن خان به تنگ آمده و از معرکه عقب نشینی کرده، به شمال رفته، به بخارا رفته و این یک قدمه عقبی مطمئن برای اونا بوده. همیشه خاروبار، همیشه مواد ارتزاقی، عسکر و آنچه نیاز داشتن در جبهات، آنچه نیاز داشتن در مراکز از شمال اکمال می شده. من فقط کوشش میکنم بسیار کوتاه صحبت کنم. موضوعات بسیار زیاد است که آدم زیاد کسی سرش بحث کنه، وقت کم است. من کوتاه از یک کسی نام میبرم که در مبارزه استقلال، در جنگ استقلال در برابر انگلیس ها در پهلوی دیگر برادرای خود در کابل فعال بوده و از رهبرای مبارزه برای استقلال بوده به نام امامبردی ازبک. امامبردی ازبک در تاریخ غبار نامش یک دو جای ذکر میشه. مرحوم غبار از این آدم به عنوان رهبر یا تدویر کننده چرخ انقلاب میگه، یا میگه از رهبرای همی مبارزه در برابر انگلیس ها بوده. امامبردی ازبک را من حیث مشاور امیر دوست محمد خان و در این حال مشاور بچهش وزیر محمد اکبر خان یاد کردن در تاریخ غبار.
این آدم هم مبارز بوده، هم سیاستمدار بوده و در این حال یک هنرمند بوده، یک خطاط بسیار ماهر بوده. همه اعلامیه ها، نوشته ها و شبنامه هایی که وقتی مبارزین پخش میکردند به خط و کتابت امامبردی ازبک بوده. در رابطه به امامبردی ازبک در نوشته های خاطرات انگلیس ها و هندی ها هم یاد شده. خب بعدا در زمان امیر عبدالرحمن خان یک بخشی از مبارزین از وطن فراری میشند. امامبردی ازبک هم میره به هند فرار میکنه و در لاهور زندگی میکنه و اونجا وفات میکنه و دفن است. در دایره المعارف آریانا که قبلا چاپ شده و در زمان گذشته دو امو تایتل امامبردی ازبک بوده و معرفی شده، اما دی چاپ بعدی که در سالهای اخیر چاپ شده متاسفانه من دلیلش نمیدانم، این تایتل از اونجا برداشته شده متاسفانه و این جای تاسف است و بجای از که دایره المعارف ما، دایره المعارف آریانا غنی میشد بیشتر میشد، خب کم شده مثلا بعضی تایتل ها از اونجا، این جای نگرانی هست، به هر صورت نباید میشد. ما این سالهای اخیر مثلا در 40 سال حاکمیت ظاهرشاه و بعد هم ما چهره های از ازبک ها را میبینیم که در تاریخ معاصر افغانستان نقش بسیار مهم داشتند. در جنبش مشروطیت نام پروفسور غلام محمد میمنگی یکی از چهره های بسیار مشهور و برجسته است. به گواهی تاریخ غلام محمد میمنگی کسی هست که امو طرح یا برنامه مشروطه خواهان را دیگرها جرأت نمیکنه ای آدم برای حضور امیر حبیب الله در ننگرهار میبره، برش تقدیم میکنه، خب بندی میشه و شکنجه میشه. یا مثلا ما در سالهای اخیر در طبابت افغانستان نامی را داریم به نام دکتر برنا آصفی. دکتر برنا آصفی را امروز که چند سال پیش بیچاره در لندن وفات کرد، از دوستای بسیار صمیمی خوب ما بود. این آدم به نام پدر یا بانی صحت روان افغانستان میشناسند. برنا آصفی کسی بوده که مشکل صحت روان در جامعه افغانستان حس میکنه، درک میکنه، در لندن میره، اونجا آموزش میبینه، تحصیل میکنه و بعد میایه در افغانستان اولین بار شفاخانه صحت روان تأسیس میکنه و سالهای سال رئیس بوده و اونجا آموزش دادن دیگرها را. خب خدا ببخشه وفات کرده و حالی شاگردایش یا با کسایی که همکارایش بوده دیگه بخش اینمی افتخار برش دادند و قدرشناسی کردند که به عنوان پدر صحت روان افغانستان. و یا همی قبلا هم یاد کردم پروفسور غلام محمد میمنگی را که در این حال یک سیاستمدار مشروطه خواه بوده، یک نقاش بسیار ورزیده بوده که امروز نامش کمتر مثلا کسی است که در افغانستان نشنیده باشه، به عنوان پدر نقاشی افغانستان نام گرفته. خب به این صورت در حیات اجتماعی ما، در حیات تعلیمی و معارف افغانستان هم ازبک ها جایگاه خاص خود داره. مریم سرخابی خواهر غلام محمد میمنگی کسی است که در دربار فرزندای شاهها را درس داده، سواد آموخته و از اولین معلمین اوناس در مکتبی که از طرف خانم سریا، خانم زن شاه امان الله تأسیس میشه به نام مستورات، یا در اونجا اولین معلم بوده. و این آدم کسی است که بعداً در زمان صدارت شاه
اسلام محمود خان فکر میکنم بلد نکنم، در فاریاب میره اولین مکتب دخترانه را اونجا باز میکنه که او مکتب هنوز هم فعلا هم هست، فعال است، به نام لیسه ستاره در فاریاب. خب این نقاط بسیار کوچک و اندک اما برجسته هست که ازبک های افغانستان در آفرینش فرهنگ و تمدن در افغانستان کارهای انجام دادن. خب ما میتونیم در بخش های دیگر هم مثال های بیاریم. بزکشی افغانستان را شما ببینید که امروز خب در جهان مشهور هست و از او فیلم ها ساخته میشه، از او عکس ها هست و از او نقاشی ها هست، در دنیا نمایش گذاشته میشه. این ورزش مربوط به ازبک ها بوده که امروز خوشبختانه حال ملی شده. حال هم در پنجشیر شما ببینین بزکشی دارند، حالی در جاهای دیگه هم بزکشی دارند که اما پهلوانای ازبک ها بوده که این ورزش رشد دادن و این ورزش همگانی ساختن. به این ترتیب در گذشته ها مثلا از یکی از اقلام صادراتی افغانستان که تو گذشته ها البته خیلی هم مخصوص به افغانستان بوده، قالین افغانی بوده. در نمایشگاه های بین المللی که به نام افغانستان یاد شده و او را هم مثلا زنای زحمتکش ازبک می بافتند و با نقش های بسیار قشنگ که در نمایشگاه ها برای افغانستان مثلا جایگاه در دنیا پیدا کرده. و حالی هم خوب است که اونمو هنر و اونمو صنعت حال همگانی شده. امروز هزاره ها، پشتون ها، تاجیک های افغانستان هم خیلی قالین‌های خوب می‌بافند و یکی از افتخارات کشور ماست که ما دو دخیل هستیم. به هر حال دوستا، چیزی که ما در افغانستان ازبک ها از او رنج برده و در تاریخ معاصر افغانستان خب به هر حال تقریبا از 5 قرن به این طرف کنار زده شدنشان از متن سیاست بوده. زمانی که آخرین سلاله مثلا منقیطی ها در بلخ منقرض میشه و پیش از او مثلا تیموریان در هرات، دیگر در سیاست افغانستان خب ازبک ها البته سهم داشتن که من قبلا برش اشاره کردم که در حفظ استقلال افغانستان، در مواردی که افغانستان با تهدید و با خطر در کل مواجه بوده، افغانستان در کنار برادرانشان بودند ازبک ها. اما در کل در متن سیاست افغانستان نبودند و در اقتدار یا در قدرت شریک نبودند. و یک واقعیت تلخ تاریخ است و این مسئله سبب شده که ما در فرهنگ هم جایگاه خود از دست بدیم. ازبک های افغانستان نزدیک به 500 سال هست که خب اگر ما چند سال اخیره که مثلا 18 سال یا 40 سال به این طرف در نظر نگیریم، نمیتونستن به زبان مادری خود اینا تعلیم ببینه، درس بخونه، نوشته کنه، کاتبه داشته باشه، در مطبوعات حضور داشته باشه و یک محرومیت. به همین ترتیب در موسیقیشون، در ابعاد دیگه مثلا زندگی فرهنگی، نوع محرومیت های خود داشتن. خوشبختانه ما در سالهای اخیر بخصوص در 17-18 سالی که نظام دموکراتیک در افغانستان حاکم هست، ما کم کم داریم روی مشکلات غلبه حاصل میکنیم. ازبک ها کم کم دارن به متن وارد میشن از حاشیه، میخوان جایگاه خود پیدا بکنن.
هم در سیاست هم در فرهنگ. نخستین باری که زبان ازبکی در قانون اساسی افغانستان من حیث زبان سیوم رسمی شناخته شد و در قانون اساسی مسجل شد، اما قانون اساسی که فعلا نافذ است اینمی قانون اساسی است که در لوی جرگه خوشبختانه به هم یکی از نماینده ها بودم از ولایت فاریاب. این بحث خیلی طولانی شد. لوی جرگه قرار بود که در 3 سال تمام قانون اساسی را متنش مرور کنه، مسودهش مرور کنه و بعد هم پاس بکنه. این تقریبا به 20 روز 20 چند روز کشید و یک جنجال موضوعی زبان. خیلی از برادرها متاسفانه نمیخواستن زبان یک قوم عمده افغانستان من حیث زبان رسمی وارد قانون اساسی شود که حق انسانیشان بود. اما تلاش های صورت گرفت، منطق هایی که ارائه شد در اونجا، بالاخره به یک نتیجه رسیدیم که بعضی از دوستان اونجا به ما گفتن که خب بطور باشه که شما ازبک ها میخواین که زبان شما در قانون اساسی رسمی شود، خیلی این پشتوی و بلوچی اینا رو چطور میشه؟ برادر اونا هم حق دارن، اونا رو برشان حق بدیم، حق انسانیشان است. خب به هر حال بالاخره به می توافق رسیدیم و نه تنها زبان ازبکی بلکه چند زبان دیگر رایجی که در افغانستان اقوام مختلف به او تکلم میکردن من حیث زبانهای رسمی در مناطقشان شناخته شد. خب متاسف هستیم که اما اینمی تا حال هم هست، اما قانون مانده، در کاغذ مانده، عملی نمیشه. به هر حال دوستا ما خیلی خوش هستیم که در سالهای اخیر و خصوص در 5 سال اخیر یک سلسله قدم های بسیار اساسی برای رفع مشکلات و که ما ذکرش کردم برداشته شده. مخصوصا جناب رئیس جمهور اشرف غنی شخص خودش در این مسئله توجه داره. یک دو سه مثال مثلا من کوتاه بزنم. بار اول است که در تاریخ معاصر افغانستان روابط ازبکستان با افغانستان بسیار حسنه میشه و در این مسئله توجه شخص اشرف غنی بسیار دخیل است. بار اول است که 100 نفر از ازبک‌های افغانستان به خاطر آموزش زبان مادریشان 2 3 سال پیش در ازبکستان فرستاده شد. و بار اول است که مثلا چند روز پیش ما خبرش شنیدیم که در حدود 150 نفر دیگر باز رفتن به خاطر ادامه دکترا و ماستری و لیسانس و زبان مادری ازبکی. اینا قدم‌های اساسی ولی اولی هستند که باید مستمر ادامه پیدا بکنه و خیلی موضوعات دیگر هست که ما رویش بحث کنیم، باید بپردازیم، کارهای دیگر صورت بگیره که ما هم بتونیم از اون محرومیت ها بیرون آییم و من حیث شهروندای کامل حقوق افغانستان حس محرومیت نکنیم و در کنار دیگه برادرها برای ساختن دولت مدرن، برای ساختن ملت مدرن افغانستان سهم باشیم. از توجهتان بسیار تشکر که مرا تحمل کردین و سخنهای بسیار فراوانده من دارم.